چطور با استفاده از آردوینوی سطل آشغال هوشمند بسازیم؟ برای این کار نیاز داریم به یک آردوینوی یونو، یک ماژول اولتراسونیک، یک سرو موتور 5 ولتی، مقداری سیم جامپر، یک باتری 9 ولتی کتابی، یک فوم تخته‌ای به ابعاد دهانه سطل آشغال و خود سطل آشغال. بریم برای ساختش. اول باید فوم رو به اندازه دهانه سطل ببریم. بعد از اینکه برش تموم شد، از وسط فوم یه خط به کمک کاتر میندازیم. توجه بکنید که کامل برش نمیدیم، همونطور که میبینید باید بتونیم باز و بسته بکنیم فوم رو. بعدش فوم رو روی دهانه سطل قرار میدیم و یکی از نیمه ها رو به سطل میچسبونیم. بعد از اون باید بردمون رو پروگرام بکنیم. طبق این نقشه که میبینید باید مدار رو متصل بکنیم. راستی کد برنامه و نقشه با کیفیت همه پروژه ها داخل کانال تلگرامی ما هست و میتونید ازشون استفاده بکنید. بردم رو وصل میکنم و کد پروژه رو ایمپورت میکنیم. و همونطور که میبینید وقتی دستم رو نزدیک میکنم به درستی کار میکنه. بریم برای وصل کردنش. حالا نیاز هستش که با استفاده از نخ و واشر سرو رو به سطل وصل بکنیم. این هم از نتیجه. لطفاً اگه براتون مفید بود لایک کنید و هر سوالی که داشتین داخل کامنت ها بپرسین.